سلام خارگل، من امیدوار هستم که خوش و خورم باشی و ای کور شوم که تو گریه نکو خارگل. من خیلی نگران میشم. من خیلی دوست دارم شما را، همه خواهر خود من دوست دارم و من کوشش منم که همیشه برای شما چیزای خوب معرفی کنم. عالی باید گوش کنم که من چیز مگم، باید عملم کنی. اوکی؟ حالا تو چی کار مونی؟ باید 20 دقیقه روزی 20 دقیقه ورزش کنی. باید ورزش کنی او زیاد بخوری. بله چای انتقاد بزن، گوشت نموخوری. بجای ازو که هست سبزیجات بخور، سلاد بخور او زیاد بخور. و که هست باید سیرکه سیب که ما اینقدر نالم سیرکه سیب را داخل یک گلاس او یک کاشک سرکه مندازی. زیاد نندازین چرا خیلی خوارویم که هست سیرکه که زیاد خوردن معده را نابود کرده. ما که میگم داخل آو بندازین و شب که شد 2 دانه انجیر خشک، انجیر تر نه، انجیر خشک را میگیری داخل یک گلاس آو میمانی. صبح شکم خالی که از خاو که بال شدین روی ناشسته اول اونمو آو را مخوری و انجیر را باید دانه دانه خوب میده کده مخوری و نیم ساعت بعد صبحانه مخوری. چای نمخوری و که هست نانی سیاه بخور. کوشش کنو نانی سفید نخور و کوشش کنو آو زیاد بخور. ورزش کنو خارگل و خواهر گلما یک کاشک الوویرا جل مخوری. آره دل تو شد ولی صبح باید شکم خالی انجیر مخوری. بعد از او 10 بجه یا 11 بجه یا هر دل تو شد یک کاشک الوویرا جل او را مخوری و که هست کوشش کن و سیر بخور داخل غذا خود. سیر زیاد بنداز او زیاد بخور. گفتم چای را کلا ترک کو. از امروز مرا قول بده که چای نمخوری، کافه نمخوری، چای سوز نمخوری، چای سیاه نمخوری. این کارها را انجام بده. بخیر 10 روز بعد مرا جواب بده که چطور خوب شدی. بخیر نتیجه میگیری. دعاگو هستم خارگل، من دوست دارم. باید گریه نکنی، امیتا خوشحال باشی، استرس نگرین. استرس که هست گفتم استرس بدترین مرض است. استرس دشمن مو است. استرس دادانشن ما کم کد مشت بزنین اولا با پرتاو کنین. چرا استرس میگیری؟ تو زور باشی بله استرس. تشکر دوست گل ما، خواهری گل ما. می کارا انجام بدی. خوب دقیق گوش کنو. هم مگه هر کس که بواسیر دارین امی کارا انجام میدین. ورزش مونین، سرکه سیب مخورین، انجیر مخورین و خوشحال باشین. دوست دارم.